یعنی شب بلند شده به خاطر خدا تهجد خوانده، روزهش، نمازش، همه عباداتش به خاطر خدا بوده، ولی روز قیامت دستش نمیگیره. میدانی چرا؟ برای یکی تهمت زدی، برای یکی غیبت کردی، برای یکی ظلم کردی، از یکی مالش به ناحق خوردی، آبرو به عزت یکی را بردی، توهین و تحقیرش کردی، مسخرهش کردی، بدون از اینکه ازش معذرت بخوای که تو را ببخشه. فیصله خداوند به این اساس است، یعنی این گونه است روز قیامت که در محکمه الله تبارک و تعالی دو تا بنده حاضر میشه، یکیش حق طلب است، این نفر از این حق میخواد. این آدم ممکن گناهکار بوده و این آدم خیلی عبادت کرده، شبها تهجد هم خوانده، زیاد عبادت هم کرده، ولکن این بنمی گناهکار چی کرده؟ هزارها توهین و تحقیر و تمسخر و رشخند و بهتان زده برش، اتهامات برش بسته، آبرو به عزت زیر برده. روز قیامت تمام عباداتی را باید بردارن، به عوض ظلمی که باقی کرده باید به طرف دیگه بدن. چی محرومیت بدتر از این که تو شب بلند شدی تهجد خواندی، روز قیامت این نماز تهجدی برای فلانی بدن. چرا؟ تو تهجد خواندی ولکن برای زو بیچاره تهمت زدی. والله خبر داری؟ همین فلانی خبر داری کجا رفته؟ از پولی کی رفته؟ این پول از کجا کرده؟ هزارها تو با کی رابطه داره؟ خبر داری؟ نکنید بلازه ها. خودمان به دست خودمان خود را به اصطلاح محروم میسازیم. تو در هوای سرد بلند شدی، نماز خواندی، وضو گرفتی، سختی کشیدی، در روزهای گرم تابستان روزه گرفتی، روز قیامت این ثوابت در پله ترازو کسی دیگری ببینی. چی محرومیت بدتر از این باشه؟